سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 مای تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. جسدهای 17 ساکن کشته شده روشن را به پیوندانشان سپاریدند. خونریزی ها در بدخشان آقاخان چهارم را سخت به تشویش آورده است. سفارت‌های غرب از وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان و دعوت به صلح آشتی. دیدبان حقوق بشر، حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید احترام کرده شود. یک جوانزن سر قهر چند بنکمات را زده شکست. هواپیمای مسکو کولاب به تاجیکستان رسیدن نتوانست. بدخشان را در روزهای حادثه‌های خونین روشن یک زمین لرزه هم تکان داده است. همگی 22 سال داشت. مرگ راننده جوان در راه خوجند استرفشان. و اکنون تفصیلات خبرها. ساکنان ومر، مرکز مأموری ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر دادند که روز 19 مای مقامات حفظ حقوق جسدهای 21 ساکن این ناحیه را که در جریان ناآرامی‌های اخیر کشته شدند به خویش و تبارشان برای گور و چوب سپاریدند. قبلا درباره به نزدیکانشان سپردن 17 جسد خبر رسیده بود. اکثر این جسدها را روز 19 مای به خاک سپاریدند. نزدیکان کشته شدگان میگویند در بدن آنها زخم تیر سلاح آتشفشان و همچنین آثار لط و کوب و شکنجه دیده میشد. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های برخی از قربانیان اخیر نشر شده است. ساکنان میگویند این جوانان ربط به تروریسم یا افراطگرایی که مقامات عیبدارشان میکنند ندارند. در بین قربانیان از جمله گوشه و مرنم جوانی هم است که مریضی روانی داشته است. در همین حال رادیو آزادی خبر داد که جسد بازچور ساکن دهه دیرزود ناحیه روشن را در میدان مرکزی این دهه گذاشتند. یکم صحبت آزادی گفته است جسدها اوریان بودند. منبع‌های دیگر علاوه کردند که بعضی جسدها با نشانه‌های ضرب و لط و شکنجه بودند. به گفته ساکنان از دهه دیرزود این نفران کشته شدند. اردشیر مناسبوف، احسان مزرابوف، نصرت زبقی بیکوف، منیر نصرالله بیکوف. روشن از 17 مای به مرکز اساسی ناآرامی‌ها در بدخشان تبدیل یافته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که صبح 18 مای از شروع عملیات در ناحیه روشن خبر داد تا کنون هلاکت یک افسر واحد تعیینات مخصوص کمیته دولتی امنیتی و 8 نفر از ساکنان را تصدیق کرده است. گفته می شود افسر کشته شده الفا فیضلی جبارزاده بود که روز 18 مای در زادگاهش جماعت دهنه در کنار شهر کولاب به خاک سپرده شد. به معلومات وزارت کارهای داخلی در جریان ناآرامی‌ها در روشن همچنین 13 تن دیگر از نظامی‌ها و 11 ساکن این ناحیه جراحت برداشتند. بیش از 70 تن دستگیر شدند. افزا در ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از خود یا گردیهمایی روز 14 مای متشنع شد. در آن گردیهمایی در محله برخوروخ استعفای رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد، رئیس شهر خوروغ رضا نظرزاده و رئیس ناحیه شغنان جمعه جمعیف و آزاد کردن بدخشانی‌های در رابطه با اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 دستگیر شده و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ گلبدین زیوبیکوف و دیگر ساکنان ولایت و بس کردن تعقیب زادگان بدخشان طلب کردند. نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخارova روز 18 مای سال 2022 در نشست خبریش که به شکل بریفینگ هر هفته برپا میکند موقع روسیه در مسئله رویدادهای اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان را هم بیان داشت. در انجام نشست خبرنگار خبرگزاری روسی اینترفاکس از زخارova پرسید روسیه به متشنج شدن وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چه به او می‌دهد؟ نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه جواب داد که گزارش‌ها درباره تشدید وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان مسکو را به تشویش آورده است. به نظر ماریا زخارova وضعیت را در شرق تاجیکستان افراد جنایتکار و افراطگرایان چنین تیز و تند کردند. سفارت روسیه در دوشنبه با مقامات صلاحیت‌دار این کشور در تماس دائمی است. بنا به اطلاع پیشکی در بین آسیب دیدگان شهروندان روسیه نیستند. مقامات تاجیکستان وعده دادند که برای آرام کردن وضع و تامین امنیت آن شهروندان روسیه که می توانند در محل این حادثه ها باشند چاره‌های لازمی میاندیشند. نمایندگان اتحاد اروپا و سفارت‌های فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا هم شام 18 مای در یک اظهارات مشترک از گزارش‌ها عاید وضع متشنج و درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار نگرانی عمیق کردند. شاهزاده کریم آقاخان چهارم
پیشوای اسماعیلیون جهان گفته است از تکرار ناآرامی‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران است. او در پیامی از پیروانش در ولایت مختار کوهستان بدخشان خواست اختلاف‌ها را با مکالمه و در رویه احترام و همدیگرفهمی حل کنند. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان پیرو رویه اسماعیل میباشند و آقاخان چهارم را پیشوای روحانی خود و عازر ما مینامند. به اطلاع منابع رادیو آزادی، متن پیام آقاخان را روز 19 می در جماعتخانه اسماعیلیان در تاجیکستان خواندند. پیام بین مانند ماه ینور امسال در پی واقعه‌های ماه نوامبر سال 2021 نیز نشر و پخش شده بود. از 16 می به این طرف وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر خاروخ و ناحیه روشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این می‌دانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه‌های جنایی و مبارزه مسلحانه عیبدار کردند. ساکنان میگویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه‌ها برآمدند. چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند، پیشوای اسماعیلیان در پیامش گفته است به عنوان امام زمان به جماعت تاجیکم فرمان میدهم که آرامی را نگاه دارند، قانون کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری، بی‌ترتیبی، فعالیت غیر قانونی و عملهای دیگر را که میتوانند به نیک و احوالی آنها تهدید کند رد نمایند. شاهزاده کریم آقاخان چهار در ادامه از پیروانش خواسته است وارد خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمان، یعنی در برابر همه هموطنان دیگر در صلح و آسایشتگی زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهم فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیبدار می‌کنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمی‌پذیرند. آقاخان چهارم در آخر پیامش به پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی منبعده را توسط سازمان‌های جماعت خواهد فرستاد. نمایندگان اتحاد اروپا و سفارت‌های فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ایالات متحده آمریکا شام 18 می در یک اظهارات مشترک از گزارش‌ها عاید وضع متشنج و درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار نگرانی عمیق کردند. ما دعوت از همه طرف‌ها می‌نماییم تا در راه پس نمودن شدت وضعیت قوت و غیرت خود را دریغ ندارند، تحمل پیش نمایند، اینچنین از استفاده به معیار قوه و دعوت به زورآوری دست کشند. ما از حکومت جمهوری تاجیکستان دعوت بر او می‌آوریم که تا با رعایت قطعی ولایت قانون عمل نموده، اینچنین معیارهای احترام حقوق و آزادی‌های اساسی انسان را حتی در حالت‌های بحرانی مربوط به امنیت رعایت نمودن از طرف مقامات حفظ حقوق تامین کرده شود. تهدید و تعقیب عرض شده شهروندان و روزنامه‌نگاران و محدودیت وسیع معمولی دسترسی به اطلاعات، دورنمای کاهش با صورت شدت و بازگشت به ترتیبات مقرری را خلل دار می‌کند. از تلفات جانی سخت در تأسف هستیم و به اهل عائله‌ها اظهار همدردی صمیمی می‌نماییم. همدردی ما به مجروح شدگان از جمله ساکنان محلی و کارمندان مقامات حفظ حقوق نیز روانه شده است. گفته می شود در اظهارات دیپلمات‌های غربی این اظهارات در حال نشر شد که چند روز اخیر وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی بحران شده است. در جریان اعتراضها و عملیات حربی مقامات در 3 روز اخیر در خاروخ و اکثرا در روشان به اعتراف مقامات از هر دو طرف دست کم 10 نفر کشته و نزدیک 30 نفر زخمی شدند. تنها در ناحیه روشان و تنها روز 18 می بیش از 70 تن را برای اشتراک در ناآرامی‌های اخیر دستگیر کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سازمان بین المللی حامی حقوق انسان دیدبان حقوق بشر روز 18 می سال 2022 در یک اظهارات ویژه از افزایش تنش‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان و استفاده خشونت در پی اعتراضها به ضد تعقیب ساکنان محلی اظهار نگرانی جدی کرد و از حکومت و مقامات امنیتی تاجیکستان خواست تا به حقوق ساکنان بدخشان احترام تمام قائل شده از استفاده زور
و نیرو برای سرکوب اعتراضها دست بکشند. در بیانیه سازمان گفته می شود که روز 16 می زمیر نظرشویف 29 ساله در جریان اعتراضها در شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شد. پلیس گفت او و یک گروه جوانان به بنای دادگاه حمله کردند و نظرشویف هنگام همین حمله کشته شد. ولی رسانه ها از قبل شاهدان خبر دادند که نظرشویف در یک شرایط مرموز از تیر سلاح آتشفشان کشته شده است. حکومت تاجیکستان روز 18 می اعلام کرد که برای انجام عملیات ضد ترور در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیرو وارد میکند. رسانه ها درباره کشته شدن ساکنان محلی در ساعت‌های اول این عملیات خبر دادند. سنت سلطان علیوه محقق دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت تاجیکستان باید عهده‌داری‌هایش در مورد رعایت حقوق مردم به زندگی، گرد همایی و آزادی مطبوعات را در جریان هر گونه عملیات حربی یا امنیتی در این ولایت مختار قطعاً رعایت کند. مقامات باید منبر برای مکالمه سازنده با اعتراضگران را فراهم آورده از استفاده بیش از حد نیرو خودداری کنند و برای تمام افراد بازداشت شده عدالت کامل را کفالت بدهند. حامیان حقوق می نویسند اعتراضها در خوروغ روز 14 می از یک نشست افراد معتبر و محاکمه مسائل مربوط به تعقیب ساکنان از جانب مقامات تاجیکستان آغاز یافت. آن نشست طلب استعفای رئیس ولایت علیشیر میرزا بود، آزاد کردن همه افراد در رابطه با اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 دستگیر شده و قطع تعقیبات و بازداشت‌های زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در خارج را پیش گذاشت. روز 16 می بعد آنکه حکومت مرکزی از بررسی این طلب‌ها دست کشید، اعتراضگران به تظاهرات سر کردند. ولی وقتی که ساکنان به سوی مرکز خوروغ روان شدند، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور آنها را پراکنده کرد. همان روز دسترسی به اینترنت در منطقه دیگرباره قطع کرده شد و علاقه موبیلی نیز به مشکلی کار می‌کند. روز 17 می رسانه‌های مستقل آسیا پلوس اعلام کرد که دیگر مسائل خوروغ را انعکاس نمی‌کند، زیرا دادستانی کل تاجیکستان این رسانه‌ها را هشدار داده است که پیگیری اعتراض‌های ماه نوامبر یک طرفه انجام داده است و به این دلیل آن را می‌توانند بندند. روز 17 می همچنین 4 خبرنگار رادیوی آزادی و نستیا شیورمیا بلافاصله بعد انجام مصاحبه‌ها با فعال زاده بدخشان الفت خانم محمدشایوه که پلیس او را به تشکیل اعتراض‌های اخیر خوروغ ابدار می‌کند هدف حمله قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر تقاضا کرده است که مقامات تاجیکستان باید به آزادی سخن و دسترسی به اطلاعات از جمله دسترسی به اینترنت و حقوق ساکنان به گردهمایی آسایشته احترام گذارند. موردهای خشونت در جریان اعتراضهای اخیر را تفتیش کرده گناهکاران را جزا دهند. همچنین از شریکان منطقوی و بین المللی تاجیکستان خواسته شده است که آنها نیز دوشنبه را به اجرای عهده‌داری‌هایش در مسئله حمایت حقوق انسان دعوت کنند. در جریان این بحران به مقامات تاجیکستان فوق‌العاده مهم است که عهده‌داری‌های بین المللی خود را رعایت کرده برای تامین حل این بحران به مکالمه و احترام حقوق آزادی‌ها مساعدت کند. پلیس باید در مناسبت به اعتراضگران خویشتن‌داری نشان داده از همه طرف‌های بحران حمایت کند، میگوید پژوهشگر دیدبان حقوق بشر سنت سلطان علیوه. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 18 می سال 2022 ساعت 12:46 دقیقه به وقت محلی در قلمرو این جمهوری و اطراف آن باز یک زمین لرزه ثبت شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت مرکز این زمین لرزه در 259 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه و 70 کیلومتری شمال و شرق نویه اشکاشم در حدود افغانستان جایگیر شده. اقتدار آفت طبیعی در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال و در خوروغ 2 بال را تشکیل داده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت این آفت یگان اثرات جانی و مالی به جا نگذاشته است. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که مرکز زمین لرزه روز 18 می در ولایت بدخشان افغانستان جایگیر شده. زمین در اینجا در عمق 99 کیلومتر لرزیده است، ولی این مرکزهای زلزله نگاری اقتدار زمین لرزه اخیر را در مرکزش طبق جدول ریختر 4.7 بال برآورد کردند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شوند. یادآور می شویم 2 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند. هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی که شب 18 به 19 می
از فرودگاه دمدید و در کنار شهر مسکو پایتخت روسیه به قصد شهر کولوب تاجیکستان به پرواز خسته بود. به تاجیکستان رسیدن نتوانست. از اطلاع پایگاه فلایت رادار 24 برمیآید که این هواپیما در فضای ولایت پنزه روسیه ادامه پرواز خود را قطع کرده به فرودگاه دمدید و برگشته است. در شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی از شر سبب‌های از روی پروازش پس گشتن هواپیمای مسکو کولوب خودداری کردند، ولی تلگرام کانال اویاترشنا از قبل منبع خود خبر داده است که سبب از رویش برگشتن هواپیما به پرواز اون اجازت ندادن جانب تاجیکستان بوده است. و گفته منبع این کانال مسئولان اورالسکی اویالینی از قبل اجازت مقامات اویاسیونی تاجیکستان را برای انجام پرواز با این هواپیما که حجتگذاریش چندان جابجا نبوده است نگرفته بودند. ولی کانال اویاترشنا می نویسد که همین هواپیما همان روز 18 می از کولوب به مسکو و از آن پیشتر از مسکو به کولوب بدون کدام مشکلی پرواز انجام داده بود. روز 18 می پروازهای دیگر شرکت اورالسکی اویالینی از اکاترینبورگ و مسکو به شهر کولوب تاجیکستان بدون مشکل صورت گرفتند. یادآور میشویم وقتی کشورهای غرب در پی حمله ارتش روسیه به اوکراین به ضد روسیه تحریمات سنگین جاری کردند، شماره زیادی از هواپیماهای شرکت اورالسکی اویالینی که زیر قرض لیزینگ بوده در کشورهای دیگر ثبت نام شده بودند تحت خبر حبس قرار گرفتند. شرکت به این دلیل یک مدت تقریبا همه پروازهای خارجیش را قطع کرد و هواپیماهایش را در روسیه از نو ثبت نام کرد. در پی جاری شدن تحریمات بین المللی دهها هواپیمای مربوط به شرکت‌های هواپیمایی روسیه در فرودگاه‌های کشورهای گوناگون به حبس گرفته شدند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. پرویز تیوی ویدیو لحظه حمله یک جوانزن به بانکمات‌ها را نشر کرده است. در این ویدیو که از ویدیو کامراهای نظارتی دیده می شود که یک زن جوان خشم‌آلود با شست به تالاری که آنجا چند بانکمات گذاشته شده است زده می درآید و با یک پاره سنگ دست کم دو بانکمات را زده می شکند. در جریان حمله این پاره سنگ از دست زن می افتد، ولی او آن را دیگر باره از روی فرش برداشته به شکستن بانکمات ها دوام می دهد و بعد آن که کار بانکمات اول را تمام می کند به بانکمات دوم حمله می آورد. در ثبت دیده می شود که پیش از درآمدن آن زن خشمگین یک جوانزن دیگر به یکی از بانکمات ها تکیه زده با کسی با تلفن صحبت دارد، ولی زن تلفن به دست برابر به آنجا در آمدن آن زن خشم‌آلود سنگ در دست با شتاب از آن تالار فرار می کند. از ثبت برمیآید که این حادثه روز چهارشنبه 18 می سال 2022 ساعت 15:00 روی داده است، ولی محل حادثه روشن نیست. پرویز تیوی نیز درباره در کجا رخ دادن این حادثه چیزی نگفته است. سبب دست به شکستن بانکمات و زدن جوانزن نیز معلوم نیست. ساکنان تاجیکستان از فعالیت نامنظم بانکمات زیاد شکایت میکنند و میگویند گاه برای گرفتن مقدار پول نقد مجبور میشوند نیم شهر را در جستجوی یگان بانکماتی که پول داشته باشد بگردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که 18 می سال 2022 تخمین ساعت 0:15 راننده ماشین تمغه اوپل استرا همداموف عباسجان سال تولدش 2000 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به سمت شهر استرافشان در حدود جماعت دهات یختن از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت سر رو برخورده است. در نتیجه خود راننده همداموف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران افت مذکور پولادوف شریف سال تولدش 2003 و فیض‌اللهیف جاوید سال تولدش 2002 ساکنان استرافشان و اودینای و بنفشه سال تولدش 2004 ساکن شهر دوشنبه جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. از اول هفته جاری این الکی دست کم چهارمین صدمه مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان است. راه‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه‌ها پرخطر شمرده می‌شوند. بنا به امور رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه همچنین راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با عریضه زن 55 ساله ساکن شهر مذکور
مراجعت نموده است که 19 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 14:00 دقیقه شخصان نامعلوم از شراگاه نزد دیهش دو سر چاروای کدان شاخدار را دزد دیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 16,000 سامانی را تشکیل میدهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 52 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.